دوستان عزیز سلام، با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستم. از عنوانش مشخصه، تبدیل پاورپوینت به ورد. امروز میخوایم پاورپوینت رو به ورد تبدیل کنیم. از گزینه فایل میایم به گزینه اکسپورت و این قسمت، این گزینه کرات هنداوتس، این قسمت رو کلیک میکنیم، میایم برای گزینه چهارم و اوکی میکنیم. به همین سادگی پاورپوینت ما تبدیل شد به وردی که میشه اصلاحش کرد به این شکل. و این خطهایی که هستن برای مطالبی که نیاز هست برای اسلاید توضیح داده بشه در اون قسمت زیر روی خطها نوشته میشه. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.